با امید خدا. سلام به تمام عزیزانی که بعد از شنیدن خبر مربوط به دیپورتی من نگران شدند. اول از هر چیزی باید معذرت خواهی کنم که شما رو نگران کردم در این خصوص و بعد از اون باید بگم بله متاسفانه این خبر صحیح است و من در خطر دیپورت شدن از کشور سوئد به سمت ایران هستم. نگفته نماند که حق حیات و زندگی کردن در وهله اول از سمت اداره مهاجرت، دادگاه اداره مهاجرت و دیوان عالی کشور سوئد از من سلب شده در پرونده اولیه پناهندگی من، به این واسطه که حتی نامه هایی که تصمیم می گرفتند و رأی صادر می کردند از سمت هیچ کدوم از این سه ارگان به دست من نرسیده و حتی از سمت وکیلم فقط اولین تصمیم اداره مهاجرت به من ارسال شده و من دریافت کردم. دیگر هیچ نامه‌ای به من دریافت نکردم. درسته که در کشور دموکراتیک دارم زندگی میکنم ولی متاسفانه همچنین اتفاقی برای من رخ داده. از نوع فعالیت های من شما همه آگاه هستید. هم از سمت حکومت شیخ و رژیم آخوندی هیچ امنیت جانی ندارم، نه خودم نه اعضای خانواده‌ام توی ایران. حتی شاهد این بودیم که اعضای خانواده من در ایران توسط افرادی که پایگاه بسیج دارند تهدید شدند. خود من هم در اینجا توسط شخصی سلطنت طلب علنا تهدید جانی شدم، ولی متاسفانه شکایت من در نزد پلیس سوئد به جایی و نتیجه نرسید. احتمال قوی بر این میدم که احتمالا مترجم اون شخصی که این کلیپ رو ترجمه کرده معنا و منظور اون شخص رو بیان نکرده و فقط چیزی که مد نظر خودش بوده رو بیان کرده. امیدوارم که شما را از نگرانی در آورده باشم که میدونم این اتفاق نمیفته با توجه به توضیحات من، اما احساس قلبی خودم رو اگه بخوام بگم در این مدتی که فعالیت سیاسی کردم برای بلوچستان و بلوچ، بهترین حس رو من داشتم از نظر زندگی، حس زنده بودن، حس امید، حس این که من هم یک فردی هستم که برای ملت خودم دارم تلاش میکنم. و یکی از افتخارات من این هست که در حوزه حقوق بشری من جزو معدود کسانی هستم که خانواده داغ دیدگان، چه خانواده شهدای جمعه های خونین خاش و زاهدان و چه اعدامی ها و چه سوخترانی که به واسطه گلوله های حکومت به سمت اونا شلیک شد و جونشون رو گرفتن، این خانواده ها به من اعتماد کردن و من تونستم صدای اونها رو به سازمان ملل و هیئت حقیقتی ها به سازمان ملل با مصاحبه های حقوق بشری که گرفتم ازشون برسونم و امیدم بر اینه که حتی بعد از مرگ من هم کارهایی که انجام دادم برای ملت بلوچ یک دستاورد خیلی بزرگ داشته باشه.